خداوند در سوره بقره آیه 186 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ای پیامبر، چون بندگانم درباره من از تو بپرسند بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگام دعا کردنش اجابت میکنم. پس دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه یابند. در سوره بقره وقت خداوند آیات‌های فرض گشتن ماه شریف رمضان را و فرود آوردن قرآن را در این ماه مبارک نازل می‌کند، در بین آیات‌های روزه و احکام روزه، در بین این آیات‌ها خداوند این آیه‌ای که کمی پیش تلاوت کردیم آن را نازل می‌کند. ما از این آیات برداشت می‌کنیم که یعنی ماه شریف رمضان ماه دعا و اجابت آن است و چون در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. برای روزه‌دار، برای روزه گیرنده هنگام افطار کردنش یک دعای هست که هرگز خداوند آن را رد نمی کند و خداوند آن را قبول می کند. ماه شریف رمضان ماه دعا است دوستان، و بزرگان در این ماه مبارک مخصوص دعاهای داشتند که مخصوصا در این ماه دعا می کردند تا اینکه دعای آنها اجابت شود. و امروز کدام از ما حاجت ندارد؟ امروز هر یکی ما و شما در دلها آرزوهای داریم، در دل خود نیتهای داریم، در دل خود نیازها و حاجتهای داریم و برآورنده حاجت و نیاز ما و شما یگانه الله است که خود در این آیت گفته ایستاده است: من نزدیکم و دعوتی مرا بپذیرند، مرا دعا کنند، دعای آنها را اجابت میکنم. و در بابت دعا یک چند نکته ها را میخواهم ذکر کنم. اولا، انسان وقتی دعا میکند باید با یقین کامل دعا کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود میفرمایند: ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. چون یکی از شما دعا میکند هنگام دعا کردن یقین داشته باشد، میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی ما صدقاً دعا میکنیم و یقین میکنیم که الله دعای ما را شنویده ایستاده است و الله دعای ما را میپذیرد، این لحظه الله سبحانه و تعالی دعای ما و شما را قبول میکند و اجابت میکند. انسان اگر ذره شبهه داشته باشد، انسان اگر ذره یقین او بلرزد که آیا خداوند این دعای مرا قبول میکرده باشد یا نمیکرده باشد، هرگز دعای او قبول نمی شود. برای همین اولین نکته که میخواهم برایتان بگویم این یقین کردن و باوری کامل کنیم که الله دعای ما و شما را میپذیرد. و دومین نکته در بابت دعا این است که ما و شما باید از گناه پرهیز کنیم. اگر خواهیم که دعای ما و شما را خداوند اجابت کند باید از گناه پرهیز کنیم. گناه چیزی است که مانع قبول دعای ما و شما می شود.
پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنند میگویند بنی اسرائیل وقت گناه کردند و دانشمندان آنها، علمای آنها را از گناه و معصیت باز داشتند و نهی کردند و آنها به سخن دانشمندان و علمای خود گوش نکردند. در این وقت خداوند عمل آنها را قبول نکرد و اینچنین دعای آنها را نپذیرفت. و گناه بین بنده و بین خداوند مثل یک پرده است که قبول دعا را منع میکند. تصور کنید انسان وقت پروردگارش را سرکشی میکند، انسان وقت فرمانهای الله حق سبحانه و تعالی را قبول نمی کند و اطاعت نمی کند و آن را اجرا نمی کند، پس چگونه انتظار شود که الله دعای او را اجابت کند و گفته های او را بپذیرد؟ هرگز. اینچنین یک نکته که می خواهم در بابت دعا بگویم، از همه بهترین دعا کدام است؟ از همه بهترین دعا همان دعایی که در قرآن کریم آمده باشد. هر دعایی که از زبان پیامبران خداوند در قرآن آورده است که بسیار با ربنا شروع می شود، از همه بهترین دعا این دعایی که در قرآن آمده است. دومین بهترین دعا آن دعایی که از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث مبارک روایت شده است. هر دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن دعا کردند آن بهترین دعا حسابیده می شود. اینچنین هر دعایی که از صحابه ها و گذشتگان ما روایت شده است و آمده است آن بهترین دعا حسابیده می شود. اینچنین از همه بهترین دعا شاید نفری گوید که دعاهای قرآنی را و دعاهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است من حفظ کرده از یاد کرده نمیتوانم، پس من چی بگویم؟ جواب: روز یک بادیه نشین اعرابی معاذ بن جبل رضی الله عنه را میبیند که معاذ دعا میکنند، میخواهد دعای معاذ رضی الله عنه را حفظ کند اما نمیتواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را میبینند، میگویند تو چی دعا میکنی؟ بادیه نشین در جواب میگوید اسأل الله ان یدخلنی الجنه و یبعدنی عن النار و انی لا احسن دندنتک و دندنت معاذ. میگوید یا رسول الله من از خداوند میپرسم که خداوند مرا به جنت داخل کند و مرا از دوزخ دور کند و آن دعایی که شما و معاذ زمزمه میکنید و خداوند را پروردگارتان را دعا میکنید من آن را گفته نتوانستم. در جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند حولهما ندندن، یعنی میگویند دعای ما نیز در اطراف همین است، ما اینچنین آن چیزی که تو گفتی همان را زمزمه میکنیم. برای همین گفتنی هم که هر آن چیزی که از قلب میبراید، هر آن چیزی که شما میتوانید خود را در نزد پروردگار خوار و ذلیل گیرید، هر آن چیزی که شما را نیایش شما را میبرارد، از دل ما و شما میبراید، آن بهترین دعا است. در این ماه مبارک چنانه که گفتیم ماه دعا است و اجابت دعا قبول شدن دعا است. دعا کنیم که خداوند بیماران ما و شما را شفا بخشد. دعا کنیم که خداوند ما و شما، پدران و مادران، اهل و فرزندان ما و شما و نسلهای ما را خداوند از بندگان آزاد شدگان از عذاب جهنم گرداند. دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی
ما و شما را شامل رحمتش گرداند. دعا کنیم که خداوند ما و شما را در این ماه مبارک از بندگان محروم مگرداند. دعا کنیم که خداوند طاعت و عبادت پر نقصان ما و شما را به درگاه بنیاز خود بپذیرد و روزه و نماز و تلاوت کتاب را از ما و شما در این ماه مبارک قبول بفرماید.